موزیک برات ساختم و اجازه دادم با اون موزیک گریه کنی، با اون موزیک پیوند احساسی برقرار کنی و اون بخش‌های نادیده وجودتو بیرون بکشی، خودت ببینیش. تو برای دیده شدن نیاز به هیچ کس جز خودت نداری. درسته، پایه‌های ساخت یک زندگی ایدئال عزت نفس بالا و جذابیت جنسیتی چه مردانه و چه زنانه بالاست. اما پایه‌های ساخت عزت نفس، تغییر تو و بار سبک احساسات توه. همه از عزت نفس حرف میزنن و از انرژی زنانه یا مردانه بودن تو و من اینجا بهت راهکار میدم که اون عزت نفس چطوری میاد و چطوری پایدار میشه. انسان از 4 بعد ساخته شده و تو نمیتونی صرف برانگیخته شدن احساساتت فقط روی بعد احساسی کار کنی. تو همزمان به کار روی بعد روان و بعد فیزیکت نیاز داری تا بتونی بقیه ابعاد وجودتو فعال کنی. از زمینی که حاصل خیز نیست توقع برداشت محصول آنچنانی نداشته باش. محصولی که روی همچین زمینی بسازی دیر یا زود یا خراب میشه یا اصلا جوانه نمیزنه. مشکل از تو نیست، مشکل از زمین توه، از برداشت تو از هر سخن. و من امروز کنار تو هم، نه برای جذابتر شدنت، برای اینکه بهت بگم تو با هر نقصی و در هر درجه جذاب هستی، فقط سوخت لازم برای حرکت رو نداری.